دای هم در این وقت کودکا عصباش خیلی مونده شده. بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نه مردک جان. با یگان جای سستر هست؟ شما راضی شوید من شناس دارم. من راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی. کجا بریم شب؟ من شناس دارم مردک جان. من حاضی زنگ میزنم شب خانه پیران سالون میبریم شب. چی؟ آخه تو مادری مرا خانه پیران سالون میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خانه پیران سالون میبری؟ من یک سکون پیش در تو باور کردم دستی تره قپیدم با همین خاطر. آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما. زنکی بیعقل هیچگاه حیاتت نبرو. در نمیجا جا که در حیات ما یک مادر دارم. رحیم پروداکشن. با چی مگه؟ او بچم وقتی خوراک نصفی روزی شده یگان اوقاته کن بازی شوهرتان ای کار میویه گشنه. ای شما یک عمر اوقات گفته من چی در شما خدمتگارم؟ من در شما خدمتگارم؟ این قروز من نبودم شما اوقات نمیخورده. همین من دیده اوقات خورشیده. این چهار کارتشکا اصلا کرده نمیتونی خدا. او مالی کلین جون دم بگیره شما من خودم میکنم مالی. من دم گرفته استم بپرایم. سلام علیکم بچه جان. من برم در بچه بیو بوی چیه؟ این برای شما یک سول سلام بچه جان. بچه جان نکسازین. نغز گشتی آخی ایره برای شما گرفتیم که در هوای گرمی در خونه مونین خوزی اویل کشیدگی نیستن میدونه که چه جان کمتر کاربار قفا موندگی این ماه اویل کم نشید انشالله ما دیگه اویل کبگی نه کانسنری که زیبا برای شما توفا میکنم که در گرمی عذاب نکشید. شما بهترین مادر هستید. رحمتی سلام بچه جان. من برم در این بچه غمخوار و من کاری خوب کردی بچه جان. بیا چیو فیوز بچم گفتم یک اوقات کنم گفتم نه من خودم با دست خودم اوقات کنم بچم چند خشته اوقات ای دست من نخورده. رحمت بچه جان این کار کلیتون میدونین؟ او من فهمیدم بچه مردک جان. او خیلی خوب که من میکنم نه که من موندم گفتم ای دستی من بخیره. شرم نمیداری؟ خاله جان من خودم اوقات میکنم گفتم که شما در همی بچه‌تون گندکنی را های دوست میدارین. نه گنده نکردم اوخی من گفتم بیا خودم خاله داره من خودم اوقات میکنم. من دیگه بار دیگه نبینم که سر دست نه بچه جان من خودم گفتم. چکر مردم؟ میزنم نه چای گیره چکر نخ کجا رفتین کجا نرفتین. بیا مخدم از مردم جان. زنای رابع شرم نمیکنی؟ آخ چی به مردک؟ کاری که امروز نسبت مادرم کردی شرم نمیکنی؟ آخی مردک من چیکار کردم؟ ای روز من همین خانه آمدم و چشم و احمر چشم دیدن نکرد. ای سهر تا بگه اگر سگ باره بجم دای خونه با کارشم میکنم چشمو. همین وقت ساعتی که شما میبیوین یا کارتشکا میگیره یا پیاز میگیره با یک بهانه بالای در میره که فقط گنده کنه مرا. ای مرده کدام روزه میشه که در نزد همسایه شرمنده میشه؟ چه شرمنده؟ آخه این مادرتون در روی حوله تهارت میکنن. مادری من؟ بله در نزد نبیره ها. نه
مردک جان من میدونین چی؟ با فکر مادر شما کسلی روحی شدگیه. آخه مادر شما کارهایی میکنه که با زبانم گفته نمیتونم. آخه مردک روزی میشه که یک همسایه ایدر داره در نزد همسایه شرمنده میشیم. آخر روزهای آخر مادر شما از عقل بیرون شدگیه. نه او این خیلی نبود که. آخه مردک جان آخه گفته نمیشه کارایی میکنه که با زبانم آورده گفته نمیتونم. مادری من؟ بله مردک آخه آدمیه یک حق همسایه ایدر در آید با او اول مادر شما رو بیند شرمنده میشه. خیلی چیکار کنم زنک مادر است. سین سالش با یک جای رسیدگی شما باید فهمه که. آخه همون رو میگو مردک جان بینین که زمانه چه خیلی ترقیات یافتگیه شرایط نغز داریم هم میبریم مادر رو توبت میکنیم هم استراحت میکنه. ایستو ها این گپ از دهان شما برآمد؟ آخه بین مردک جان که هم خانه میده هم در بهترین این زنک وقت می‌دونی. در این وقت کودکا عصباش خیلی مونده شده. بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نه مردک جان ها با یگان جای سستر هست؟ شما راضی شوید من شناس من دارم. راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی کجا بریم شم؟ من شناس دارم مردک جان من هزار حاضی رحمت. زنگ میزنم شه خانه پیران سالون نبریم شه. چی؟ آخه تو مادری مرا خونه پیران سالن میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خونه پیران سالن میبری؟ من یک سکون پیش در تو باور کردم دستی تره قپیدم با همین خاطر. آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما. ای زنکی بیعقل هیچگاه حیاتت نبرو در نمیجا جا که در حیات من یک مادر دارم من پدر دیدگی نیستم یک خواهر معیوب دارم هیچگاه من برای شما در نیمه راه نمیپرتم. صد افسوس که من به گپ تو باور کردم. من میدونم که اکثریت زنها شما همین خیلی مادر رو از فرزند دور میکنین. تو میدونی که تا وقتی تو در زندگی من نبودی نسبت من مادر من چه خیلی زحمت کشید چه خیلی عذابا کشید که مرا تا این روز کلان کرد. حیفی قدر باوری که من نسبت تو کرده بودم. ای گپاش ای رفتاراش معلومه که دل ایره یافته نمیشود. حاضی بستک معلومه که ای کمپیر و ای خواهر مسلقش من خلاصی ندارم. حاضی بستک در این خونه یا کمپیر میسته یا من میستم مرا زهره میگن حاضی به میبینی.